اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که 10 میلیون دلار بودجه برای مبارزه با تغییرات اقلیمی از سوی صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست GEF تصویب شده است. این پروژه که ارزش آن 9.98 میلیون دلار است توسط صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست در شورای صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته و تصویب شده است. با فرارسیدن عید سعید فطر کاروبار خیاطان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رونق یافته، اما مردم میخواهند که ادارات زیرربط باید از نرخ خیاطی ها نظارت کنند، اما مسئولین میگویند به خیاطان نرخنامه ها توصیه کرده و هیچ کس تخلف کرده نمیتواند. فرزاد منصوری تکواندوکار افغان در مسابقات بین المللی تکواندو در بلژیم با شکست دادن 2 حریفش از فرانسه و هلند به مقام دوم دست یافته است. در مسابقات اوپن تکواندو که روز گذشته به میزبانی بلژیم آغاز شده بود و قرار است امروز به پایان برسد، ورزشکاران امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی شرکت کردند. یک کاروان موترهای نیروهای پاکستانی صبح امروز در منطقه نوشکی بلوچستان هدف حمله انتحاری قرار گرفته که در نتیجه آن 5 سرباز کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند ممکن آمار کشته شدگان و زخمیان این رویداد افزایش یابد. بر اساس یک فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، کارمندان صدای امریکا و شمار از رسانه‌های دولتی امریکا به مرخصی اجباری فرستاده شدند و بودجه رادیو آزادی نیز قطع گردیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در یک فرمان اجرایی کارمندان رسانه‌های دولتی این کشور به شمول بیش از 1300 کارمند صدای امریکا را تا اطلاع ثانی به مرخصی اجباری فرستاده است. در گزارش آمده است امریکا بودجه رادیو آزادی را نیز قطع کرده است. و در اثر گردبادهای شدید در مناطق غربی و جنوبی امریکا تاکنون 34 تن جان باختند. به اثر این گردبادها شمار هم زخمی شدند و ویرانی‌های زیاد نیز بر جا گذاشته شده است. تاکنون بیش از 40 گردباد رخ داده و سرعت آن بیش از 130 کیلومتر در ساعت گفته شده است.